با نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با عرض احترام و ادب به شما بینندگان شبکه‌های اجتماعی و یوتیوب کانال روزنامه انوار دانشی دانشگاه دولتی کلاب به نام ابوعبدالله رودکی. البته در زندگی موفق شدن بسیار کار مشکل است و کسی موفق می شود که همیشه کوشش و تلاشش را برای آینده خود می سازد و ما باید همیشه برای موفق شدن تلاش بکنیم، کوشش بکنیم و هر کجا که بیافتیم باید بخیزیم و به پیش حرکت کنیم. و امروز دانشجویانی که مخصوصا دختران در دانشگاه تاجیکستان تحصیل دارند، آنها دانشجویان موفق هستند، زیرا در جامعه سنتی از جانب دختران دانشجو شدن بسیار کاری مشکل است و شکر که سالهای آخر قسمت زیادی دانشجویان ما را جوان دختران تشکیل میکنند و آنها میآیند به یگان مثلا مشکلی به دانشگاه داخل میشوند و تحصیل عالی گرفته رفته در زادگاه خود فعالیت کاری خود را انجام میدهند. امروز در دانشگاه دولتی کلاب یک قسمت دانشجویانی میباشند که طبق کوتا پرزیدنتی تحصیل میکنند. ما امروز به صحبت دعوت کردیم حبیبا حسنارا، دانشجوی کورس یکم فاکولته آموزگاری و فرهنگی همین دانشگاه را که طبق کوتا پرزیدنتی به دانشگاه داخل شده است و امروز تحصیل خود را ادامه داده ایستاده است. نخست حسنارا بانو، شما رو به اداره روزنامه انوار دانش خوش آمدید میگم. تحصیلات چگونه است؟ خوب است. تحصیلات در دانشگاه عالی است، در سطح عالی میگذارد. استادان با ما در درس ها خوب با ما خوب معامله میکنن. خوب میگذارد درس ها عالی. مناسبت با همکورسان خوب است. شناس شده دلکه؟ بله. بیشتر همکورساتون از کدام قسمت جمهوری هستند؟ از کدام ناحیه هستند؟ از ناحیه از کلاب، از خوالینگ. شما از کدام ناحیه هستید؟ من از ناحیه خوالینگ. از داخل ناحیه؟ بله. بهترین. خب زمانی که شما مثلا به دانشگاه داخل شدنی بدید یگان نفر از عائلتون زید نبود به این؟ نه، زید نبودن. همه راضی بودن؟ همه راضی. در روزمونهای مثلا کوتا اشتراک کردید؟ بله. چی تصورات دارید مثلا زمانی که نخستین مرتبه به دانشگاه آمدید قدم گذاشتید چی تصورات در فکر شما آمد؟ چی فکر میکردید و چی فکرها در سر شما آمد؟ من خیلی ترس هراس داشتم که در این شهری خیلی چی میایم، مقصد وقتی تحصیل یکم سالم است چی خیلی میگذرد. آمدم ترسم پرید. خیلی خوب استادان با ما خوب معامله میکنن، درسای ما خوب میگذرد. شناس هم پیدا کردیم، خیلی موفق شدیم. بهترین است. بهترین است. اکنون مثلا زمانی که نخستین مراتب ما از خانه پدر مادر جدا میشیم فراق پدر مادر برای ما خیلی سخت است. شما این مهلت رو گذروندید یا نه؟ مثلا بیشتر زیغ میشدید کورس یک اولی مثلا داخل شدید؟ خیلی زیغ میشدیم از پدر از مادر دور، از خانه دور، از برادر یار دوستان. خیلی غمگین میشدیم ولی عادت کردیم از دوری آنها. تلفن میکنید هر روز؟ بله. بیشتر شما تلفن میکنید و پدر مادر؟ مادرم بسیار، برادرم. از تحصیل شما آمدند آگاه شدن یگان بار؟ بله. چی گفتند؟ خوب، موفق، همین خیلی روی میگه خوب ساز. بهترین است. در عائله چند نفر هستید؟ در عائله 11 نفر هستیم. چند دختر هستیم؟ چند دختر؟ 9 دختر هستیم، 2 پسر هستیم. دختری میانه هستین؟ نه، دختری خردی هستم. همه اپایم تحصیل کردگی، خواندگی. همش معلومات عالی دارن. بله. بهترین. خواندگی، تحصیل کردگی. خودم خردی تحصیل رو دوام داده ایستاده. بیشتر به شما کی کمک میکند؟ مثلا برادرها یا کی مادر؟ 2 برادر دارم. چی کار میکنن برادرها؟ یک تاش معلم است در مکتب جهمون انگلیسی درس میده. یک تا دیگه‌اش حکومت با کار میکنه. بهترین. واسه شما جای زیستتون در کجاست؟ خوابگاه زندگی میکنید یا اجاره دار؟ اجاره دار. چند سو مبلغ؟ یک ماهی ایستادم 150 تومان. چند دختر هستید در یک خانه؟ در یک خانه 4 دختر هستیم. 150 تومانی هر کدامتون میسپریدن. شرایط چه خیلی است؟
خوب است در سطح عالی است. خوابگاه‌های زمانوی است یا که یگان خونه یگان نفر شخص علاهیده؟ شخص علاهیده است. بهترین. با دانشگاه نزدیک است یا که دورتر؟ نه نزدیک است. البته مثلا کلوب در شهر کلوب تحصیل کردن خوبیش همین است که از خیلی مثلا صرف‌های بیهوده ما امین میشیم. مثلا باز اگر در دوشنبه تحصیل کنیم یک قسمت زیادی مبلغ برای خراجات راه صرف می شود. در کلوب هم در کدام کنجی که ما باشیم ما پای پیاده با دانشگاه اومدن میرسیم، یگان مشکل نیست. همین خیلی است. و بجز این مثلا در آشخانه ها شما بینید خوراکام در خیلی ارزان است. مثلا با 10 سومونی ما فکر میکنیم که دل خود دانشجو سیر میکند، یگان مشکل ندارد. خیر بهترین است. تأثیرات شما و ترس و هراسی که مثلا پیش از داخل شوی داشتید عین حال گم شدن. بهترین. و آینده شما چی هدف ها دارین، چی مقصد ها دارین که به اون مقصدتون میخواین برسین در وقت دانشجویی؟ آیا این مثلا اندیشه یا فکری دارین که در یگان المپیاد، آزمون ها و محفل ها اشتراک کنید؟ میخوام تحصیل خودم رو ادامه دهم. همین 4 سالی هست خوانم، موفق شوم. در دهه خودمون همون ناحیه دوردست در همون مکتبی که خودم تحصیل کردم ختم کردم همون مکتب کار بدرایم. همین شاگردانم هم موفق گردانم. اختصاصتون کدام اختصاص؟ تحصیلات ابتدایی. در مکتبی از صنف 1 تا 4؟ بله. بهترین است. کار با کودکان خیلی مثلا هم شوق‌آور است هم مشکل. مثلا مشکل به اون خاطر که کودک هزار ناز دارد، هزار مثلا رفتار دارد، به همه ایمون باید مربی چیکار کنه؟ طاقت کنه. هنگام درس‌های چیزا رو به شما میگن؟ بله میفهمونن. دانشجویان چگونه است مناسبتشون با درس؟ مثلا وقت در هنگام درس با معلم سوال میدهن نمیدهن یا چه مثلا سمت و فعالیت میکنن؟ خوب است، شوق‌آور میگذارد. معلمان درسش رو میگذارونن، میفهمونن. بعد فهموندن آنها باز چیزی که به ما نفهمو باشد با معلمان مراجعت میکنیم. مثلا دخترایی که در خوابگاه دانشگاه تحصیل میکنند همیشه از ریاست دانشگاه و از جانب فاکولتت ها اونها رو میرن خبر میگیرن. شما را چی؟ خبر میگیرن، کوتا گفته، کوتا پرزیدنتی گفته یادم میکنن. همیشه با شما نگاه خاص دارن. بله. بهترین است. خب حسنورا بانو میخواستم تمنیات خود رو، مراجعت خود رو با جوان دخترانی که عین حال مثلا از ناحیه دوردست ما و شما رو تماشا میکنن بگویید. شما گپی گویید که اونها حتما به دانشگاه جلب شوند. تأثیرات خودتون رو. دخترانی که از همین تحصیل کردن میترسن یا اینکه هراس دارن نمیخواهند داخل شوند یا که پدر و مادر آنها رو نمیگذارند، نترسید، بیایید خونید. مقصد آینده خودتون رو فکر کنید، فرزندان خودتون رو فکر کنید. باید همین وقتی که درس را بود میکنی یا که مکتب را ختم میکنی باید یگان فکری دیگر رو نکنی. فقط فکری همین که دارم یگان مکتب عالی خونم. همین وقتی که مکتب رفتی و خوندید قدر دیگر می شود. بله. در ناحیه قدر دیگر می شود، در عائله قدر دیگر می شود. بله. همه آدم دانشمند حضرت سعدی میگوید که هر کجا که برود صدرنشین باشد، بالانشین باشد. و امروز حسنورا بانو بعضی جوان دختران وقتی که به دانشگاه داخل میشوند در کورس دوم یا سوم بدنشون با شوهر میبروند، دیگر تحصیلشون هم نیم کار میموند، دیگر به همین جنبست میشود. به همین خاطر باید مخصوصا دختران خیلی در تحصیل احتیاطکار باشند، خیلی احتیاطکار باشند. و ما هم به حسنورا بانو تمام موفقیت های روزگار رو تمنا داریم و آرزومند آن هستیم که حسنورا بانو یک از دانشجویان فعال و یک از دانشجویانی که می‌باید در المپیادهای جمهوریوی اشتراک کند و در آزمون هایی که در دانشگاه خیلی زیاد است در آنها هم فعالانه شرکت ورزد و به موفقیت های نو به نو نائل بگردد. تشکر. حسنورا بانو سلامت باشید. سلامت باشید.